برای جلوگیری از هک شدن واتساپ باید چند مرحله امنیتی را رعایت کنیم. من آنها را به شکل مرحله به مرحله و ساده برایت توضیح می‌دهم. 1. فعال کردن تایید 2 مرحله‌ای توی استپ وریفیکیشن. در واتساپ برو به سیتیکس اکانت، توی استپ وریفیکیشن انیبل. یک کد 6 رقمی انتخاب کن که هر بار هنگام ورود جدید به واتساپ نیاز است. ایمیل خودت را هم اضافه کن تا در صورت فراموشی کد بازگردانی شود. این مهمترین کار برای جلوگیری از هک است. 2. مراقب پیام‌ها و لینک‌های مشکوک باش. هیچ وقت کد تایید واتساپ را به کسی نده. لینک‌هایی که میگویند برنده شدی یا برای امنیت اکانتت اینجا کلیک کن باز نکن. 3. مراقبت از گوشی و اپ‌ها. همیشه آخرین نسخه واتساپ را نصب کن. از اپ‌های ناشناس و کرک شده استفاده نکن. گوشی را قفل با رمز اسلش، اثر انگشت، اسلش، فیس آیدی داشته باش. 4. بررسی نشست‌های فعال، اکتیو سشنز. در واتساپ برو settings، فلش، linked devices. اگر دستگاه ناشناسی دیدی، لاگ اوت کن. 5. رمزگذاری و بکاپ امن. واتساپ خودکار پیام‌ها را رمزگذاری می‌کند. بکاپ در گوگل درایو یا آیکلاود امن باشه و پسورد قوی داشته باش. 6. نکات تکمیلی. هرگز کد OTP یا کد تایید واتساپ را برای کسی نفرست. اگر کسی با کد شما وارد شد، سریع تایید 2 مرحله‌ای و تغییر پسورد بکاپ را انجام بده. روی کامپیوتر عمومی یا وای فای ناشناس واتساپ وب باز نکن.